عزیزان سلام، وقت شما بخیر. با امید صحتمندی شما. ما فعلا در مشهد هستیم. یک نمایشگاه دائمی اینجا جریان داره همه روزه، ولی در این نمایشگاه چیزی که خیلی جالب است و ما یک شکل جدید این عروسک‌ها یا گودیگک‌ها هست که شما با او چهره قدیمی گودی یا عروسک خدافیزی بکنن. کلا خسته شدن دیگه، به اولادا و بچه‌ها و اشتکایتان از او خرید نکنن، بیاین از این چهرهای جدید خرید بکنن. ببینید که اینا چقدر مقبول هستن. اما اینجا هم محصولش هست، ازشون میپرسیم که چی انگیزه باعث شد تا که این شکل عروسک‌ها را تولید بکنن و این زیبایی و مقبولیشان و خیلی هم جالب. ببین که مثلا هر کدامش یک مفهوم و معنای خاص خودش داره. سلام، خوب هستین؟ میشه به ما اینا رو معرفی بکنین؟ در خدمتتون. سلامت باشید. یک کار خلاقانه انجام شده. نوستالژیا رو اومدیم که اگه خدا بخواد بتونیم نوستالژیا رو زنده کنیم. مادر بزرگایی که خودمون باهاشون خاطره داریم. مادر بزرگا. ما میگیم بیبی. بله، ما اسم اینا گل بیبیه. گل بیبی. اسم اینا چیزی که گل بیبی هست اینجا جمع شده. بله، مثلا این پاش دستشه، این مادر بزرگ از حرم برگشته تسبیح دستشه. هر کدومشون یک کاری دارن انجام. این پدر بزرگی که از سر زمین کشاورزی اومده بید دستشه. این آش خانم نون پخته. هر کدومشون، این مادر بزرگ خیاطه. به هر کدام اینا یک مفهوم و معنای خاص خودش داره. این هیزم آورده، ببخشید. این هیزم آورده. خیلی مالی. سلامت. ممنون. ببینید که اینا هم یک مفهوم خاص خودش داره. هر کدام اینا یک مفهوم داره. این بار اول است من اینا رو میبینم. چیز جدید هست. شما غیر از اینجا جای دیگه هم فروشات دارن؟ بله. این کارا رو نمونه این کارا رو من 12 تا کشور ارسال کردم. تا آمریکا اینو من نیویورک ارسال کردم 3 بار. خیلی مالی، خیلی برای ممنون. دختر خانمایی که اصلا در عمرشون قرآن تصویر ندیده بودن من اینو ارسال کردم. خیلی قشنگ، ماشاءالله. سلامت باشید. همشون نوستالژی ان. ان شاءالله که با اون چهره‌های سابق عروسک‌ها خدافیزی بکنن. اونو کلا خسته کن شده. تولیدات از فکر کنم از پلاستیک ساخته میشد. اینا چیز دلخواهی هستن که اصلا ولی اینا حس داره. نگاه کنید. به این چقدر مقبول. این از دسته که کار کرده کلا خسته شده. یک مفهوم خاص خودش داره. ممنون، دست شما درد نکنه. سلامت باشین. ان شاءالله که فروشات فوق العاده ای داشته باشین. سلامت باشین. دوستا هم که علاقه‌مندی به این عروسک‌ها داشته باشن. آدرس اینجا نفش امام رضای 24 مشهد. در خدمتشان هستیم. سلامت باشین. ممنون.